تهویه مطبوع قابل تنظیم داریم که انصافا پرتاب بادشون خوبه. الان دریچه ولوم کولر رو 2، ولی من کاملا اینجا دارم بادو حس میکنم. باز هم میرسیم به کاربردی بودن امکانات تویوتا. حتما میدونید دیگه تویوتا معروفه به استفاده از پارچه روی صندلی ها یا تریم ها به جای استفاده از چرم. به نظر من چون از داستان پارچه سررشته دارم میتونم بهتون بگم که چرم، مخصوصا چرم‌های مصنوعی، یکی از بدترین گزینه‌هاییه که میتونید شما استفاده کنید برای صندلی. هر چقدر قشنگش میکنه همونقدر ناراحتش هم میکنه. اینجا میبینید که تویوتا اومده از یه پارچه خیلی با کیفیت و باحال استفاده کرده روی صندلیاش. خب عمر پارچه خیلی بیشتر از چرمه، تو اون طول عمری هم که داره دیگه ترک نمیخوره، سفیدک نمیزنه. به هر حال خیلی هم صندلی چرمی دوست دارن. این ماشین صندلیاش پارچه با کیفیتی داره و اصلا خود دیزاین صندلی هم دیزاین قشنگیه. در برگیریش خوبه، خوب بدنتون رو میگیره. یکم